امروز چی کارا نیست به نام اسلام می شود. در ازدواج چنان مصرف هست که یک جوان پرسان میکنه ازدواج نکردی، میگه چطوری کنم؟ 10 لک دختر فروشا دخترای خودم میفروشن، 5 لک 10 لک. اگر نه میشه که برادر یک لقمه گگنان لازم نیست که 1000 2000 نفر باشه، 500 نفر باشه، چند نفر بتل نکاح اسلامی شود که زندگی خوب پیش ببرن. میزان زنا و فحشا و امثال هم کم شود، میزان فرار از منزل کم شود. ازدواج تنگتر نسازید شرایط ازدواج نگفته که شما پیسه مصرف کنید، نگفته که شما مردم خبر کنید. در یک جای اسلام شرایطش این نیست. شرایطش این نیست که رضایتشان باشد، مصرفش کم باشد، از مصرف‌های ضیافتگی جلوگیری شود، مسلمان حقیقی باشد، مسلمان نما نباشد، مسلمان باشد، نماز را بخواند، قرآن را یاد داشته باشد، قرآن را بخواند، عمل بکند.